4800% سود طی فقط 32 روز کاری. اصلا عجیبه، عجیب غریبه، اعجاب برانگیزه. اگه کسی طبق همین پیامی که ملاحظه می‌فرمایید که پیشنهاد ورود به بازار اختیار معامله رو دادم، مثلا یه نماد مثل زهرم 7037 می‌خرید، طی فقط 32 روز کاری میتونست 4800% سود کنه. 4800%. یا مثلا گفتم با 20 میلیون تومان میشه 1 کیلو زعفرون خرید. اون 20 میلیون تومان طی تقریبا یه ماه چقدر شده باشه خوبه؟ 20 میلیون تومان طی فقط یه ماه به 90 میلیون تومان تبدیل میشد اگه کسی این زعفرونه رو میخرید با 20 میلیون تومان. یا سکه با 10 میلیون تومان گفتم میشه یه دونه سکه خرید واسه دیماه 1404 به قیمت 125 میلیون تومان. همه مردم که تو همون تایم که با 10 میلیون تومان میشد واسه یه دیماه به قیمت 125 میلیون یه دونه سکه امامی خرید، 110 115 میلیون نداشتن که سکه بخرن. ولی اگه کسی با 10 میلیون تومان تو همون تایم سکه خریده باشه، الان عملاً حدود 20 میلیون تومان سود کرده. یعنی سودش با سرمایه گذاری 10 میلیونی برابر بوده با چقدر؟ با سود کسی که 110 115 میلیون پول یه دونه سکه داده. و از اون طرف هم اگه سکه همین الان صفر شه، نهایت ضرر این بنده خدا فقط و فقط 10 میلیون تومنه. ولی اون کسی که 110 115 میلیون سکه رو خریده صفر شه، همون اندازه در واقع ضرر میکنه. اگه میخواید بدونید این بازارهای جذاب، قانونی، رسمی که تو کشور خودمون هم در حال معامله هست و در حال فعالیت هست، اسمشون چیه و چطوری میشه واردشون شد، کلمه آتی رو واسم کامنت کنید. متشکرم.